به نام خدا. سلام، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و نظرتون رو در مورد دکتر عارف بفرمایید. من عمادی هستم که حدود 7 سال تجربه این دارم که شاگرد آقای دکتر عارف بودم و الانم در حال حاضر دانشجو دکتراشون هستم دانشگاه شریف. خب این من موقعیت ممتاز و در اختیار من بوده که با دکتر رابطه خیلی نزدیک داشتم تو این چندین سال. من فکر می‌کنم چند تا ویژگی ممتاز دکتر میشه تیتروار بهشون اشاره کرد. یکی تحصیلات دکتره که بالاخره بهترین دانشگاه دنیا توی آمریکا استنفورد درس خوندن. از منظر اخلاقی بهشون نگاه کنیم که یک وجه کاملا اخلاق مدار هستن و همه این ویژگی دکتر رو همیشه بهش اشاره میکنن. از جنبه مدیریت و اقتصادی که بخوام بگیم 30 سال تجربه مدیریت دارن تو این کشور. 8 سال دوره اصلاحات بوده که مدیریتشون کلا آمارهای اقتصادی و داستانایی که هست هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. حتی همین الان هم همه اصولگراها با اینکه قدرت دستشونه و این ساختار این چندین سال اخیر رو میتونیم ببینیم، همه هم باز اینو تاکید میکنن که رشد اقتصادی در هیچ دولتی به اندازه دولت اصلاحات نبوده که دکتر عارف کلا خیلی مسئولیت خاصی داشت. از نظر وجهه بین‌المللی هم من میتونم بگم خیلی ساده میتونیم بگیم که خیلی دوست داشتنیه. خیلی ما دوست داریم که همه جا دنیا بگن رئیس جمهور مملکت ما فارغ التحصیل استنفورده. دوست داریم بگن که رئیس جمهور مملکت ما یک فردیه که تو زمینه علمی خودش تاثیرگذاره، سواد مدیریتی داره و اینقدر تجربه داره که نیاز به تجربه آموزی نیست تو این 8 سالی که بخواد رئیس جمهور بشه.